دختری که در سن 8 سالگی به شوهر برآمده بود. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. اگر معلوم نشود در زیر ویدیو لایک گذارید و با دقت این قصه ما را تا آخر خوب گوش کنید. پدر دخترش را به نهایت زیاد دوست می داشت و دوستاریش حد و کنار نداشت. دخترک 8 ساله بود و به بیماری سرطان گرفتار بود. پدر به هر کجای برد طبابت کرد اما بهتر نمیشد. سلامتیش روز تا روز وضمین میشد. باره به بیمارخانه بردند. دکتران گفتند که خدا داناست، ولی شاید 1 ماه یا اینکه کمتر از این حیات بیند. شما دخترتان را از دست میدهید. پدر به نهایت غمگین شد، زیرا که نمیخواست از دخترش جدا شود و دوستاریش که خیلی زیاد بود، از جانش دیده زیاد دوست می داشت. و نزد دخترش آمد. گفت دخترم، تو چی میخواهی و چی آرزو داری؟ دخترک گفت پدر جان، آرزو دارم که لباس عروسی ببر کنم. پدر باشد خواسته دخترش را کرد و برای او لباس عروسی بهترین را گرفت و خودش باشد نقش داماد را بازی کرد، یعنی که نقش شوهر اون دختر را. دخترک در همان روز به نهایت شاد بود و با پدرش می خندید. پدر از این حال خیلی خرسند و گریه می کرد. می گفت دخترم را از دست می دهم. بعد از 3 روز همین واقعه دخترک جان را به حق تسلیم کرد و پدر خیلی شکسته دل شد، زیرا برای پدر و مادر از دست دادن فرزند به نهایت دشوار است. البته این را کسانی که میفهمند آنها فرزند خود را از دست دادند. پدر و مادران، از شما خواهش میکنم که فرزندان خود را دوست می‌دارید و فرزندانتان وقت جدا کنید و همیشه در کنار آنها باشید و همیشه آرزوهایشان را عملی بگردانید. خداوند به هر یک پدر و مادر فرزند صالح و صالحه نصیب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.